گریتی فیلد فکر کنم همچین چیزی اسمش. بازم عذرخواهی میکنم اگه اسمش رو دارم اشتباه میگم. مواظب باش که چی سرک میکشی. آره مواظب باشی. سلام، امیدوارم که حال دلاتون خیلی خوب باشه. من رومینا و امروز اومدم یک ویدیو خیلی متفاوت نمیدونم چشه. این ویدیو مخصوص اون کساییه که خیلی علاقه‌مند به کتابن. قراره کلی بهتون کتاب معرفی کنم و اینکه اکثریتش رو نخوندم چون دونه دونه دارم شروع میکنم. خیلی وقت دارم کتاب میخونم اما خب نرسیدم که همشون رو بخونم. قراره که اینا رو بهتون معرفی کنم ببینم معلوم میشه. قراره اینا رو بهتون معرفی کنم و اینا رو. کتاب های زیادی داریم. بذار اونایی که خوندم رو بذارم اینجا که بهتر باشه. خب بریم که براتون معرفی کنم. خب کتابه گاری کتابا ژانرهای مختلفی داره و من گفتم که هر کدومش رو بیام شاید بعضیش کودکانه باشه ولی خب از نظر من همشون خیلی کتابای باحالی هن. خب چون خیلی دارم مکس میکنم نه اشکال نداره. من اول از کتابایی که خوندم بهتون بگم. یه سری از کتابای شاهنامه طوره، کتابای کودکانه که به نظرم خیلی باحاله چون من کوچیک‌تر بودم اونا رو میخوندم. به نظر من بی‌نظیره. بذارید اینجاست. چند تا کتاب کلن؟ 1 2 3 4 5 تا کتابه. اولیش قابوسنامه است که به نظر من کتاب خیلی باحالیه. همشون رو خوندم، عالین. و یه جور اینجوریه میدونید نقاشی طور و تصویر داره و متن. به نظر من خیلی کتاب باحالیه. کودکان میتوانن از این استفاده بکنن. کتاب بعدی شاهنامه است که این هم خیلی قشنگه. کلن اینجوری بهتون بگم سرفصلای خیلی از داستانا رو داره. همه این کتابایی که دارم الان معرفی کنم در مورد شاهنامه ایناست همشو سرفصل دارن، سرفصل داستانای مختلف رو دارن. این هم همینطوره. این هم همینجوریه، نقاشی داره. به نظرم خیلی باحاله. و آره این دومیش. بعدی 1001 شب. بچه اینجا خط خطی شده متاسفانه نمیدونم معلوم میشه یا نه، ولش کنید. بی‌نظیره، خیلی باحاله. توجه نمی‌کنی؟ گفتم دیگه بچگی اینا رو خوندم. توجه نکنید. وای آره اینم همینجوریه، سرفصل داره و من خوندم خیلی. بریم بعدی، قصه های پندآموز کهن. اینم همشون عالی هم واقعا. نوشتم کلاس 3 بودم. او مای گاد. این ولی داستاناش از بقیهشون خیلی زیادتره. 2 صفحه سرفصل داره و داستاناش زیادن. بعضی از تو این کتابه بعضیش خیلی داستانای خفن و باحالی هستن. خفن نه، زیبا، ادبی. آره همشون همینجورین. به نظر من کسایی که اینجوری علاقه دارن به این کتابا خیلی خوبه. بعدیش مثنوی معنویه. همشون کتابای خوبی هم واقعا.
بریم. اینم دوباره اینجوری صفحه داره براتون، فهرست داره. حس می‌کنم این از همه‌شون بیشتره ولی همه‌شون باحالن. پس یکی مثلا معنوی بود، قصه های پندآموز کهن بود، 1001 شب، شاهنامه و قابوسنامه. اینا از کتابای ادبی و شاهنامه‌ای بودش. بعدی بریم از کتابایی که خوندم. 2 تا کتاب خفن که من حالا اونجوری جلدای مثلا اول دومش رو نگرفتم، همینجوری یه کتاب برداشتم و اینا، ولی خیلی خوب بود. اسم کتاب تام گیتسه، نمیدونم درست میگم یا نه. اینه کتابش، بکنم خیلی هم میشناسن اینو چون واقعا کتاب خیلی خفنیه. این جلدش رو نمیدونم، چاپ سومه، این چاپ دومه. آره این چاپ سومه که سالشون نزده. اینجا کلاس 4 بودم، چه خوب. سال 97. خیلی خوبه که تاریخ ها رو میزنم. این بچه ها بس بکنم یه چیزی دارم اشتباه میکنم. معتادا نمیگیرن، اینا همه دارن اینا ندارن. بلش کنیم. یه دونه اینه، یه دونه اینه. آره به نظر من خیلی کتابای خفنی هستن و دوباره میخوام برم بخرم جلدای دیگه‌ش رو. و همونجور که میدونیدم که پشتشون خلاصه می‌نویسه و من اصلا به خلاصش کاری ندارم چون انقدر این کتاب عالیه میشینم میخونم و دوباره میخوام بشینم بخونم. این 2 تا کتابی هستن که من تمومشون کردم و دوباره میخوام شروع کنم به خوندنش. این از 2 تا کتابی که من خوندم. این 6 نه 2. این کتاب 6، این کتاب 2. دیدید گفتم توجه نمی‌کنم به جلداش. یکی دیگه بچه‌ها، خانه درختی 26 طبقه، باحال‌ترینه. یعنی میتونم بگم یه ذره طنزو داره در خودش و اینجوریه و من از این کتابا خیلی خوشم میاد. اینجوری اینم بهتون نشون تام گیتس. اینم همین شکلیه مثل خانه درختی، اینجوری داره. کتاب 6 هم همینه و من از این کتابا به شدت خوشم میاد چون حال میده، نقاشی داره، متن داره و میخونی حس میکنم که تصویری زر بده بشه. خب آره این خانه درختی هم خیلی کتاب خفنیه، به نظرم بخرید، خیلی جلد داره و اینجوری. من یه جلدش رو دارم، هنوز وقت نکردم برم کتابای دیگه بخرم. اینا رو خوندم. بهترین کتاب بچه‌ها قراره همه رو بگم بهترین کتاب، واقعا بهترین. این کتاب رو ممنون کنید بچه‌ها، عالیه، بی‌نظیره، بی‌نظیر. خیلی کتاب عالیه. یعنی من هر وقت موقع امتحاناتم، حالا غیر از امتحانات که میخوندمش، حتی موقع امتحاناتم هم که میرسید این دستم بود. یعنی مثلا هنوز مثلا اینقدرش مونده بود، من از امتحان میومدم که برم خونه میشستم میخوندمش. یعنی در این حد خفنه. بگم تو کتاب درسی که خوندی دوباره داری میشی میگه کتاب دیگه میخوندی. یه دونه دیگه که آخرشم دیگه ببینید اینقدر مونده تموم شه. اسمش مایکل ویک هست. مایکل ویک، زندانی سلول 25، جلد 1شه. بهترین کتاب و خیلی زیاده. بهترین کتاب، چیزی که واقعا هیجان داره و من فیلمش رو رفتم ببینم اما متاسفانه نمیدونم چرا پیدا نمیشه. حالا هر کی که اگه مثلا فیلمش رو پیدا کرده میتونه، حالا جایی هستش که
این فیلمشو ببینه لطفا به من بگه، چون من خیلی ذوق دارم که بشینم فیلمشو ببینم. هر چی زدم در من چیزایی چرت و پرت آورد، چیزی که میخواستم و نگید. این از این دوستان خیلی در میاد. بریم کتاب بعدی. کتاب بعدی چیه؟ کتاب بعدی دوستان تازه وارد. اینم کتاب خوبیه. اینم کتاب خیلی خوبیه. تازه وارد مثل کتابای کمیکه، همونجور که من خیلی دوست دارم. این شکلیه. این نسیر چرا قیافش اینجا؟ آره این کتاب این شکلیه و من عاشق این کتاب هستم. این از این. بعدی اسکارلت و آیوی. بچه من اسما رو اگه اشتباه گفتم ببخشید دیگه، عذر میخوام. دوقلوی گم شده از جلد یکمشه. من اینو تا یه ذره کوچولو خوندم، متاسفانه حال نکردم باش. نایس. شاید هدیه بدم به یکی. من زیاد حال نکردم. نمیدونم شاید برم مثلا وسطش بخونم، شاید مثلا هیجانی بشم تا آخرش بخونم، ولی نه. خب بچه‌ها اینا کتابایی هستن که من نخوندمشون یا تا اولش خوندم، فقط اولش. همین. یه دونه شمس تبریزیه. این کتابیه که به نظر من یکی از دوستای من هست که عاشق ادبیاته و اسمش نگاره. نمیدونم، فکر کنم از این کتاب خوشش بیاد. شمس تبریزی، چون توش هم یه ذره داستان داره، یه ذره فکرم داستان کوتاه داره. من یه کوچولو خوندم این کتابو. یه کوچولو داستان داره و بعدش شعره و دوباره میره یه موضوع دیگه، دوباره داستان، دوباره هی شعر، داستان، شعر. و به نظر من خیلی قشنگه، چون میخوام بشینم اینو بخونمش. به نظرم خیلی قشنگ. اینم دوباره فهرست داره، شما میتونید ببینید. مثلا صفحه 11 وا خیلی زیاده، توجه نکرده بودم فهرستش زیاده. صفحه 11 مثلا این داستان داره، دوباره میری اینجا هم داستانه، ولی اینجاش دیگه شعره. دیگه از اینجاش میره دوباره میره شعر، دوباره شعر. نبینید نظر من کسایی که به شعر و ادبیات و اینا خیلی علاقه دارن این کتاب واقعا عالیه. همینجوری که نگاهش میکردم کتابو، شعرهای خیلی 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 قشنگی داره و من خیلی خوشم اومد. میشینیم میخونیم بعدا. و یه چیز دیگه، شما هم حتما توی کامنت ها به من بگید که چه کتابایی رو علاقه دارید بهش، چه خوندید و پیشنهادتون چیه برای اینکه دوباره کتاب بخرم، کتاب بخونم. توی اکسپلور هم خیلی از کتاب میاد که من قراره برم بخرمشون، دوباره میام واسهتون ویدیو میذارم. اگه دوست داشتید پارت بعدی هم از کتابا رو بذارم. آره اگه دوست داشتید. من فکر میکنم نمیدونم کتاب خوب دارم بیارم معرفی کنم، اما هر چی شما بگید دوست داشتید من میام دوباره میگم. این کتاب دنیای بدون شاهزاده، خوبهای بد، بدهای خوب، جلد دومشه. تا نصف شروع کردم بچه‌ها، حال نداشتم ولی میخونم تا آخر. بچه‌ها فکر کنم فیلمشو دیدید، خوبهای بد، بدهای خوب. فکر کنم مدرسه خیر و شر اسمش. ببینید عالیه، عالی. فیلمشو من بالغ بر 1000 بار شدم بیشتر دیدم. خیلی فیلم خوبیه واقعا. فکر کنم بچه تکون میخوره، یه خشخشی میخوره چون من نمیفهمم الان فکر کنم اوکیه. به نظر من کتاب خیلی خوبیه، خیلی هم کتابش خوبه هم فیلمش. به نظر باید فیلمشو ببینید بعد به کتابش بخونید، چون این جلد دومه. گفتم من شروع میکنم میخونم. آره این از این که همینجوری مثل
کتابای دیگه هم شکلیه. و این از این. بریم بعدی من توی اکسپلور دیدم و حتی توی یکی از گروهای کیپاپی BTS میگفتن که این کتاب خیلی 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 خوبه، اما من شروعش نکردم. اینه چیه؟ کتابخانه نیمه شب. بچه اگه این کتاب خوندید حتما نظرتون رو بگید، چون من راستش خیلی دوست دارم مفهوم اصلی این کتاب رو بفهمم، اما هرچی خلاصش رو میخونم نمیفهمم. خواهش میکنم به من بگید. آره منم تا نصف خوندم دوباره ولش کردم. حس میکنم دنبال کتابای هیجانی هم بیشتر. نمیدونم. بعدی این مثل نه اون دو قلوهای گم شدن. این بریتیفیلد فکر کنم همچین چیزی اسمش. بازم عذرخواهی میکنم اگه اسمشو دارم اشتباه میگم. فکر کنم بریتیفیلد و تاج گم شده همچین چیزیه فکر کنم. آره اینم جلد اولشه. اینم من فکر کنم آره من تا نصف دوباره خوندم دوباره ولش کردم. همه شما رومینا رو میشناسید توی کتاب خوندن، وقتی حال نکنه تا نصف میخونه میره سر یه کتاب دیگه. آره این کتاب به نظر من که واقعا کتاب خوبیه. نه واقعا جدی کتاب خوبیه. بخونید. تموم شد. خیلی تاثیرگذار. بعدی بچه‌ها داریم میریم یه دونه دیگه اینا رو بگم بعد میریم دیگه. مثلا توی آره بریم حالا. این کتابخانه ارواحه. یک کتاب ترسناکه، اما من نمیدونم چرا ترسناک نیست. من خیلی میترسم از فیلم‌های ترسناک و اینا، ولی این نمیدونم چرا ترسناک نیست. فصل سوم خیلی خیلی ترسناک. آره بعد این تصاویرم داره، حتی توش نقاشی اینا هم داره، مثل این. من دوباره اینو تا نصفه خوندم. یا اول فصل این چه تاییه. خب من تا نصفه اینو خوندم. به نظر من که خیلی کتاب باحالیه. اینم میذاریم تو فهرست خوندنهای بعدی. این کتاب عالیه دوستان. مواظب باش تو چی سرک میکشی. آره مواظب باشید دیگه. کتاب بعدی، بهترین کتاب، بادام. کتاب بادام کتابیه که موقعی که بچه‌ها توی مدرسه این کتابو میخوندن من نخونده بودم. این آدم‌ها باید یه فرق با هم دیگه داشته باشن دیگه، درسته؟ آره. همه بچه‌ها میخوندن این کتابو و خیلی هم تعریف میشد ازش و من یه روز تصمیم گرفتم که مجموع کتاب‌هایی که میخواهم بخوانم را با هم دیگر سفارش دهم و بادامم جزو همونا بود و به نظرم کتاب خوبیه. کره‌ایتونم قوی میشه. بچه‌ها توی این کتاب بادام، خب کتاب نویسندش کره‌ایه و خب از چی میگن کلمات کره‌ای هم استفاده شده، غذاهاش، حرفاش، بعضیا از این کلمات کره‌ای توش استفاده شده. کتاب دیگه که فکر کنم اسمش مایکل وی بود که پسر برقی کوش بچه‌ها. این زبان ژاپنی، مثلا دیگه این وسط تا آخر ایناش مثلا اینجوری از زبان ژاپنی استفاده میکنن
بعضی جاهاش از غذاهاش، از کلماتش، از تشکراش و اینا از زبان ژاپنی استفاده میکنن که به نظرم خیلی باحاله. بعدی که من خوشم اومد یه دونش گام‌های بزرگه. این دیگه چیزیه که مطالعه آزاد. چی بود گفتم مطالعه آزاد؟ نمیتونم. انگیزشی، پشتکار قوی، اینا گام‌های بزرگ به نظر من کتاب باحالیه. این از این. یه دونه دیگه بچه من این دوتا رو نخوندم. این ببینم کتابی بچه این چرت و پرت بهش بعدی آخرین کتاب من نخوندمش راستش، ولی اینه، چرند و پرند. قیافش میخوره که کتاب خوبیه. اگه خوندید به منم بگید، من نخوندم. این گفته ای بابا برو پی کارت، برو عقلت رو عوض کن. به نظرم کتاب عالیه. مگر هر کسی هر چی گفت باید باور کرد؟ قشنگ. پس این عقل را برای چی توی کله آدم گذاشتن؟ آدمیزاد گفتند که چیز بفهمد، اگر نمیگفتند حیوان. درست گفتم؟ اگر نمیگفتند حیوان. آره. به نظرم کتاب عالیه. من خلاصش رو خوندم. به نظرم کتاب میخونیم. اینم تو فهرست خوندنیامون. کتابا تموم شد. یه دونه دیگه ملت عشق که اونم از بچه‌های مدرسه من تعریفش شنیدم. اونایی که ادبیاتی زیاد میخوندن از این کتاب خیلی تعریف کردم، گفتن خوبه و اینا، برای من شروعش نکردم. یه کتاب دیگه داشتم، کتاب هوروش کبیر. عالی بود. تا نصف خوندم. خب بچه‌ها الان ساعت 8. خب 8 شب. اتفاقی که افتاد، الان شما منو توی یه صحنه دیگه دارید میبینید، اینه که موقعی که من داشتم فیلم میگرفتم اتفاقی که افتاد گوشیم ارور داد که حافظه گوشیت خیلی پره و من تا الان خیلی 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 زیاد از حافظه گوشیمو پاک کردم. هنوز مونده که پاک کنم، ولی گفتم الان که فرصتش خیلی خوبه من بیام آخر ویدیو رو هم بگیرم براتون و ببینید انقدر پای بندم. آره الان قراره که روژینا خواهرم بیاد 2 تا از کتابایی که خونده و به نظر منم خیلی باحالن اما کودکانه که خودش خونده اونا رو بیاد معرفی کنه، بعد دیگه کلام آخر رو از من بشنوید. ما الان کیو داریم اینجا؟ سلام. خب کتابایی که میخوام معرفی کنم، اول 4 طبقه داره که خیلی قشنگه، داستانش خیلی باحاله. بعدی جودی کتابخوان میشود، اینم خیلی داستانش باحاله. چجوریه داستانش؟ داستانش اینطوریه که مثلا جودی یه عالمه داستان داره که کتاب میخونه با دوستاش و اینا و بعد مثلا اتفاقای جالبی براشون میفته. این یکی هم جودی و تابستان پرماجراست که خیلی این یکی هم باحاله. بچه این 2 تا کتاب جودی داره که این میشه جودی 9، اون یکی قبلیه رو که بهتون نشون داد جودی 14، یعنی میگم که ما جلداشو اصلا نمیبینیم، میخریم. بفرمایید. آره اینم در مورد مثلا اینه که جودی تو تابستونش یه عالمه ماجرای زیاد مثلا با دوستش تجربه میکنه و بیرون و اینا میره و خیلی باحاله. خب خیلی ممنونم، متشکرم از شما. خدا نگهدار. خب بچه‌ها خیلی ممنونم که تا اینجا ویدیو همراه هم بودید و امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشید. یه معرفی کتاب بود. اگه دوست داشتین توی کامنت ها بگید که پارت دوم براتون بذارم. امیدوارم که کتابای بیشتر دیگه هم داشته باشم که براتون معرفی کنم. اما اگر که خواستید، اگر که دوست داشتید توی کامنت ها کتابایی که خوندید، کتابایی که دوست داشتید، کتابایی که از نظرتون خیلی جالب بوده رو توی کامنت ها بهم بگید. حتما میخونم کامنت ها رو
میبینم و حتی میخوام برم که کتابای دیگه هم بخرم اگه وقت شد. پیج اینور میذارم، پیج اونجایی که هم دکلمه میذارم هم کتابامو میذارم، اینجا میذارم براتون. و یه پیج دیگه هم دارم که اینور براتون میذارم که اون در مورد هوش مصنوعی. دوباره توی کامنت ها اگه در مورد هوش مصنوعی یه چیزی هست شما به من بگید و جالبه برام. حتی توی این پیجی که واسهتون گذاشتم اینور، شما میتونید توی همون پیج اینستا بیاید دایرکت کنید، پیام بدید بهم، حالا دکلمه‌ای که دوست داشتید یا کتابی که به نظرتون خیلی خوب بوده رو بهم بگید که اگر شد من اونو پستش میکنم براتون. امیدوارم که حالتون همیشه خوب باشه، حال دلاتون خیلی خوب باشه. نفسم گرفت. مراقب خودتون خیلی باشید و خدا نگهدار.